نرگس محمدی در بیانیه‌ای که روز جمعه در روزنامه نیویورک تایمز و پس از اعلام نامش به عنوان برنده جایزه صلح نوبل منتشر شد اعلام کرد دریافت جایزه صلح نوبل باعث می شود در مسیر پیشرو مقاومتر و باردارتر قدم بردارد. این فعال زندانی حقوق زنان در ایران نوشت هرگز کوشش در جهت تحقق دموکراسی، آزادی و برابری را متوقف نخواهد کرد و مطمئنا جایزه صلح نوبل من را در این مسیر مقاومت‌تر، با اراده‌تر، امیدوارتر و مشتاق‌تر می‌کند و باعث می‌شود قدم‌هایم سریع‌تر شود. نرگس محمدی در بخش دیگری از این بیانیه افزود همچنین امیدوارم این جایزه باعث شود ایرانیانی که برای تغییر مبارزه می‌کنند قدرتمندتر و سازمان یافته‌تر شوند. پیروزی نزدیک است. برنده جایزه صلح نوبل 2023 با اشاره به اینکه در کنار مادران شجاع ایرانی ایستاده است اضافه کرد به مبارزه علیه تبعیض بیرحمانه، ظلم و سرکوب بر اثر جنسیت توسط حکومت مذهبی تا زمان آزادی زنان ادامه خواهد داد. نرگس محمدی فعال حقوق بشر زندانی در ایران و از مدافعان زن زندگی آزادی روز جمعه 14 مهر ماه به عنوان برنده جایزه صلح نوبل معرفی شد. بیانیه کمیته نوبل با شعار زن زندگی آزادی آغاز می شود و به مرگ مهسا امینی در بازداشت کشتی ارشاد نیز اشاره دارد. کمیته نوبل در کشور نروژ روز جمعه اعلام کرد این جایزه معتبر را به دلیل نبرد خانم محمدی با سرکوب زنان در ایران و مبارزش برای ارتقای حقوق بشر و آزادی برای همگان به او اهدا می‌کند. این کمیته اضافه کرد مبارزه شجاعانه او با هزینه‌های شخصی بسیار زیادی همراه بوده. خانم محمدی در سالهای اخیر حتی فرصت زندگی با خانواده خود که مجبور به ترک ایران شدن نداشته است. از شیرین عبادی نرگس محمدی دومین زن ایرانی است که به این جایزه دست می‌یابد. تاکنون هیچ شخصیت مردی از ایران موفق به دریافت این جایزه نشده است. خبر این جایزه در حالی منتشر شد که خانم محمدی به دلیل فعالیت‌های مدنی خود از جمله انتقاد از سرکوب اعتراضات مردم، حمایت از زندانیان سیاسی، مخالفت با مجازات اعدام و دفاع از حقوق شهروندان در 2 دهه اخیر بارها روانه زندان شده و همکنون نیز در زندان است. این فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی در پیامی که در سالروز کشته شدن مهسا امینی در 25 شهریور سال 1401 منتشر شد این روز را روز ثبت ظلم حکومت استبدادی علیه زنان ایران توصیف کرده است. جایزه صلح نوبل در حالی به یک فعال زن حقوق بشر در ایران اهدا می شود که جنبش زن زندگی آزادی در 1 سال اخیر در صدر اخبار جهان قرار داشت و مشکلات زنان ایران در معرض دید تمام جهانیان قرار گرفت. مرگ مهسا امینی در بازداشت کشتی ارشاد در شهریور سال گذشته به گسترده‌ترین اعتراضات مردمی در ایران دامن زد و تا به امروز ادامه داشته است. شعار اصلی این اعتراضات زن زندگی آزادی بود، شعار و اعتراضی که مورد حمایت نرگس محمدی نیز بوده است. همزمان در روزهای اخیر به خبر به کما رفتن یک دختر جوان دیگر به نام آرمیتا گراوند که بدون حجاب اجباری به ایستگاه مترو پا گذاشته بود در ایران و جهان در صدر اخبار بوده است. کمیته صلح نوبل روز جمعه در بیانیه خود نوشت شعار معترضان اخیر در ایران یعنی زن زندگی آزادی به درستی بیانگر فداکاری و کار نرگس محمدی است. این کمیته درباره کلمه زن نوشت محمدی علیه تبعیض و ستم سیستماتیک به زنان مبارزه می‌کند. همچنین درباره کلمه زندگی در این بیانیه اضافه شد نرگس محمدی از مبارزه زنان برای حق داشتن زندگی کامل و با عزت حمایت می‌کند. این مبارزه در سراسر ایران با آزار، اذیت، زندان، شکنجه و حتی مرگ مواجه شده. کمیته صلح نوبل درباره آزادی نیز نوشت او برای آزادی بیان و حق استقلال و همچنین علیه قوانین مبارزه می‌کند که زنان را به دور از چشم بودن و پوشاندن بدنشان ملزم می‌کند. مطالبه آزادی بیان توسط تظاهر کنندگان نه تنها در مورد زنان بلکه برای کل جمعیت ایران است. بحران معیشتی در ایران کماکان ادامه دارد و فشار اقتصادی بر اقشار مزدبگیر به ویژه کارگران بیش از سایرین است. رسول گرگیج فعال کارگری میگوید امروز کارگران برای تامین حداقل زندگی خود با مشکلات زیادی روبرو هستند. او میگوید علاوه بر عدم توازن بین دستمزد و هزینه، امنیت شغلی نیز یکی از مشکلات کارگران است. رسانه‌های ایران بارها از شرایط نامساعد معیشت کارگران گزارش تهیه کرده. کارگران نیز در 6 ماه گذشته در چند نوبت درخواست ترمیم دستمزد خود را به وزارت کار ارائه دادند. در آخرین مورد معاون وزیر کار در 8 مهر ماه گفت صرفاً یکی از شرکا نمیتواند تقاضا بدهد و بخواهد دستمزد اضافه شود.
و همچنین تاکید کرد که در شرایط سخت اقتصادی است و باید به کمک همین شرایط را مدیریت کنیم. مرکز پژوهش‌های مجلس نیز خواستار ایجاد تغییرات در فرمول تعیین دستمزد شد. این مرکز در گزارشی با روند رو به رشد تورم در سال‌های اخیر پرداخت و نوشت که دولت باید الگوی مشخصی در حوزه تعیین دستمزد داشته و ساختار تعیین دستمزد بازنگری شود.